افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. بچه های عزیز، حالا شما ادامه افسانه بابای ترسنده را از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید. دیو برآمد و بابای ترسنده را به خانه‌اش گرفته درآمد. بابای ترسنده از ترس سفید شده بود. دیو رنگ روی وی را دیده سخت‌تر ترسیده به پیش مادرش درآمده گفت: این آدمی چنان بدقهر شده ایستاده است که به خیالم میخواهد مرا زنده به زنده فرو برد. مادر دیو گفت: تا شب صبر میکنیم. شب در جای خوابش با گرزی آهن میزنیم، میده میده میشود. بابای ترسنده از پس در گوش کرده ایستاده بود. گفتگوی دیو و مادرش را شنیده درق درق لرزید. دیو لرزه وی را دیده و از قهر گمان کرده تماما گرنگ شد. خلاصه کلام شب رسید. بابای ترسنده می ترسید که این دیوها وی را با گرز آهن زده می کشند. دیو و مادرش می ترسیدند که اگر گرز کار نکند یا او پیشتر خبردار شود دویشان را زنده به زنده گور می کنند. دیو برای بابای ترسنده در خانه بیرون، برای خودش و مادرش در خانه درون جای خواب پرداخت. بابای ترسنده حاضر میمرم گفته از این طرفی خانه به آن طرفی خانه رفت و آمد کردن گرفت و نخواست چشمش به یک کنده چوبین افتاد. کنده را آورده به جای خودش خوابانده، بالای کنده را با کرپه پوشانیده به تاقچه پشتی در خانه برآمده منتظر شد. شب از نصف گذشته بود. دیو و مادرش گرز آهن صدمنی را برداشته آمده جای خواب بابای ترسنده را دید کرده چنان زدند که کنده آرد شد. مرد گفتند و رفته خوابیدند. بابای ترسنده باشد از تاقچه فر آمده کنده میده شده را برده پرتافت و خودش به جاگهش در آمده به حضور خواب رفت. پگاه باشد دیو و مادرش رفته بینیم چی استخوان‌هایش چخیل پاره شده باشد گویان به خانه بیرون برآمدند. بابای ترسنده آنها را دیده به پهلو گشت. دیو در حیرت مانده گفت: ها برادر، نقص خواب رفتی؟ بابای ترسنده گفت: ها نقص خواب رفتم و از افتکار در خانه‌تان کایک یا کنه بوده است که بدنم را گزیدگی برین شد. دیو و مادرش این گپی بابای ترسنده را شنیده گفتند که اگر ضرب گرز کایک بر این تأثیر کرده باشد این آدم نبوده است و بلای عظیم بوده است، از این خلاصی نیست. دیو رفته یک پاله خورجین طلا برآورده به بالای ترسنده داده گفت: جورا، امروز من تو را به باغ پدرم برده تماشا میدهم. سانی هر دویمان کم کمکک هزوم کرده میبیاریم. دیو یک دسته ریسمان صدگزی را به بابای ترسنده داد
و یک دسته ریسمانی 100 گزه دیگر را خودش گرفته 2 کس به طرف باغ روان شدند. به باغ در آمدند. دیو به یک طرف رفت و به بابای ترسنده گفت: جورا، تو از اینجا هزوم کن، من از آنجا. بابای ترسنده دید که دیو کنده ها را از ریشش کنده ایستاده است. گرنگ شد و ریسمان را به تنه 100 بیخ درخت میوه‌دار بسته یک نوگ ریسمان را داشته ایستاد. یک وقت بود که دیو کوه بر این هیزم برداشته آمده دید که همراهش درختها را بسته نوگ ریسمان را داشته ایستاده است. ها جورا، چرا هزوم نکرده درخت ها را بسته ایستاده ای؟ گفت. بابای ترسنده جواب داد: آواره شده هزوم چینده میگردم می. انا حاضر یک زر زده میکشم، همه درخت ها ریشه‌کن میشوند. برداشته رفتن میگیرم. خوش از سری دیو کند. تولا و زاری کرده گفت: در باغی پدری من بود و شد همین قدر درخت هست. اینها را کنی مرا خانه برداشت میکنی. جان جورا جان، این طور نکن. بابای ترسنده راضی شد. دیو ریسمان را کشاده و بابای ترسنده داد و خودش هیزم را برداشته هر دو روان شدند. دیو بعد آن که خیلی رفتند مانده شده دم گرفت. بابای ترسنده از دلش گذراند که ممکن است تو با من یاری ده، اکنون تو هیزم را برداشته برگوید. بابای ترسنده یک طرفه شده تیاق را به آسمان راست کرد. دیو پرسید که چرا این طور میکند؟ بابای ترسنده گفت: فعلم آمده ایستاده است، با همین تیاق زده آسمان را افتانم میگویم. دیو: این کار را نکن. گفته زاری و تولا کرد و هیزم را خودش برداشته به خانهش روان شد. اونجا واقعه را به مادرش نقل کرد. دیوها باز یک پله خرجینش را از تنگه و طلا پر کرده بابای ترسنده را به خانهش گسیل کردند. بابای ترسنده دیگر نمی ترسیدگی شد و بای و بدولت شده به مراد و مقصدش رسید. شما هم عزیزکان بی با مراد و مقصدتون رسید. همین بود افسانه زیبای بابای ترسنده. شیرینکان بی برایتان افسانه مقل شد؟ برایتان خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. شیرین افسانه‌های جالب،
қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳо дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. خوابتون شیرین برد